سلام دوستان، امروز تو این ویدیو قصد داریم به دنیایی پر از خاطره آمبولانس پرنده سفر کنیم. آیا تا حالا دنبال یه راهی سریع و مؤثر برای انتقال بیماران در شرایط اورژانسی بودید؟ آمبولانس پرنده یک وسیله نقلیه منحصر به فرده که با سرعت و قدرت پرواز به موفقیت‌های دسترسی ناپذیر میرسه و بیماران را با ایمنی و سرعت به مقصد خود منتقل می‌کند. تو این ویدیو با هم در سفری جذاب به دنیای آمبولانس پرنده خواهیم رفت و از قدرت و تکنولوژی پشت این وسیله زیبا با خبر خواهیم شد. برای اطلاعات بیشتر و تجربه‌ای منحصر به فرد با من همراه باشید. آمبولانس پرنده پرسرعتی که شبیه به سفینه فضایی هست. آمبولانس پرنده GA1 پلاس در حال حاضر یک طرح مفهومیه که شرکت جمپ ایرو مستقر در کالیفرنیا قرار هست در سالهای آینده عرضه کند. سرعت این آمبولانس پرنده 482 کیلومتر در ساعت هست و این وسیله می تواند تنها در 8 دقیقه به هر نقطه در شعاع 50 کیلومتری برسه و به صعب العبورترین مناطق تجهیزات اورژانس و یک متخصص پزشکی آموزش دیده رو برسونه. جمپ ایرو برای دسترسی به موقع به مکانهایی که دسترسی به اونها سخته به ما کمک میکنه تا خدمات بهتری رو به مشتریان خودش ارائه کنه. این آمبولانس پرنده به شکل عمودی مثل هلیکوپتر از زمین بلند میشه و بعدش به سمت مقصد در حال افقی حرکت میکنه و خلبان یا اولین پاسخ دهنده به تماس اورژانس زمانی که GA1 پلاس روی زمین هست و هنگام برخاستن یا فرود آمدن در وضعیت ایستاده قرار میگیرد. اگر مشکلی پیش بیاید یک چتر نجات هم در دسترس دارد. هنگامی که وسیله نقلیه پرنده در حال پروازه، طراحی اون اجازه میده تا خیلی سریعتر و کارآمدتر از یک هلیکوپتر حرکت کنه. با این حال جایگزین آمبولانس های سنتی نمیشه، چون برای حمل بیماران ساخته نشده. هدف اینه که هم آمبولانس GA1 پلاس و هم آمبولانس جاده‌ای در مواقع اضطراری در یک منطقه دور افتاده به طور همزمان مستقر شوند و آمبولانس پرنده بتونه رسیدگی‌های اولیه و اورژانسی را انجام دهد و تا رسیدن آمبولانس زمینی از بیمار مراقبت کند. شرکت جمپ ایرو هنوز هزینه ساخت این آمبولانس پرنده رو اعلام نکرده. با توجه به زمان بندی، این آمبولانس پرنده به محض اینکه ایمن بودن اون ثابت بشه به بازار میاد. این روند تا زمانی که نیاز داشته باشد طول میکشد، اما انتظار فعلی سال 2027 هست. آمبولانس پرنده در مواردی که زمان برای انتقال بیمار خیلی حیاتیه میتونه نقش خیلی مهمی در نجات جان بیماران داشته باشد. مثلا در موارد ضربه‌های شدید، حوادث راه آهن، مناطق دورافتاده و غیر قابل دسترس یا حوادث طبیعی، آمبولانس پرنده به عنوان یک وسیله نقلیه سریع و قابل اعتماد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر آمبولانس‌های پرنده در بسیاری از کشورها و مناطق به عنوان بخشی از سامانه‌های اورژانس پزشکی فعالیت می‌کنه و نقش مهمی در ارائه خدمات پزشکی فوری و انتقال بیماران با شرایط بحرانی را دارد. حالا که این همه خصوصیت این آمبولانس پرنده رو گفتیم، اما بعضی وقتها در بعضی موارد استفاده از این آمبولانس‌ها محدود میشه. آمبولانس پرنده برای پرواز وابسته به شرایط آب و هوایی. در صورت وجود شرایط آب و هوایی نامساعد، مثلا بارش شدید، طوفان، باد قوی و مه زیاد، پرواز آمبولانس پرنده ممکنه محدود بشه یا به طور کلی غیر ممکن باشه. استفاده از آمبولانس‌های پرنده هزینه‌های بالایی رو به همراه داره که امیدوارم از پس هزینه اون بر بیاییم.
استفاده از آمبولانس پرنده آسمانی است که برای نجات جانها باز می شود.